سلام و صد سلام به شما دوستان عزیزم. خیلی خوش اومدی به رمانلند. من لیلیم و با یک داستان پر هیجان در خدمت شما هستم. از لحظه‌ای که ماشین رو بردم زیر سایبان و پیاده شدم، ته دلم یه جوری بود. سکوتی که توی حیاط خونه پیچیده بود، اصلاً طبیعی به نظر نمی اومد. همیشه وقتی برمیگشتم، سگ‌هام کوپر و میلو از همون اول پارس می‌کردن، خودشونو به در می‌کوبیدن، دم تکون می‌دادن و با اون شیطونیشون خستگی روزمو در می‌آوردن. ولی اون روز هیچ صدایی نبود. کیف استخرم روی شونم سنگینی می کرد، پام روی سنگ فرشای خیس می لغزید و دلم می گفت یه خبراییه. وقتی رسیدم پشت آلاچیق، قلبم یه جوری توی قفسه سینه می کوبید که انگار می خواست در بیاد. چشمام پر از اشک شد وقتی دیدم هر 2 سگم بی جون افتاده بودن زمین. کف دهنشون سفید، بدنشون سرد. نمیتونم بگم چه حسی داشتم. انگار دنیا روی سرم خراب شد. دلم لرزید و نفسم بالا نمی اومد. همونجا کنار تن بیجونشون نشستم و دستم رو گذاشتم روی سرشون. چشمام از اشک پر شد و این اشکم نه برای اون 2 بیزبون، برای چیزی بود که هنوز خبر نداشتم داره سرم میاد. الدلاشوب دویدم سمت خونه. پله‌های مرمری سرد بودن. هر قدمی که میذاشتم حس میکردم یخ میزنم. وقتی رسیدم به جلوی در نیمه باز بود. همون لحظه یه ترس عجیبی مثل پنجه یخ دور قلبم حلقه زد. صدا زدم. آرش؟ عشقم؟ جوابی نیومد. نفسهام بریده بود. با نوک پنجه‌هام در رو بیشتر باز کردم. همه چی مثل همیشه مرتب بود. انگار خونه خالیه. اما وقتی قدم‌هامو ورداشتم سمت پله‌ها، نگاهم افتاد به چیزی که مثل خنجر به دلم فرو رفت. قطره‌های خون. انگار همه صداهای دنیا خاموش شد. همونطور که دستم رو به دیوار گرفته بودم، آروم و لرزون رفتم بالا. در اتاق خواب نیمه باز بود. از لای در تخت به هم ریخته بود. دست‌هام می‌لرزید، گلوم خشک شده بود. با نوک انگشتام در رو هل دادم. تصویری که دیدم هنوزم وقتی بهش فکر می‌کنم نفس‌هام بند میاد. پاهای آرش از تخت آویزون بود، خون زیرش پخش شده بود، دیوارای اتاق پر از لکه‌های سرف، بالش خیس از خون، بوی تند آهن، بوی تعفن، بوی پایان دنیا. جیغی از گلوم در نیومد، فقط زانوهام خالی شد و روی زمین نشستم. دستم روی دهنم بود که بالا نیارم، ولی نتونستم. بوی خون قاطی بوی مدفوع همه چی رو به هم زد. بغزم ترکید ولی صدام در نمی اومد. 4 دست و پا رفتم سمتش، پام روی خون سر خورد. دستمو گذاشتم روی پای سردش و با وحشت پس کشیدم. آرش! آرش! صدای خودمو نمیشناختم. انگار یکی دیگه بود که اینجوری با جیغ و گریه همسرش رو صدا میزد. گلوم خشک شده بود. شماره اورژانس یادم نمی اومد. فقط گوشی رو برداشتم و همون دکمه تماس آخر رو زدم. صدای مردی پشت خط بود. من بین حقحق و جیغ فقط تونستم بگم بیا آرش، خون، زخم. نمیدونم چطور گذشت ولی چند دقیقه بعد صدای در حیاط اومد. احمد دوست نزدیکمون با اورژانیس رسید. وقتی پرسنل بالای سر آرش رفتن از نگاهشون فهمیدم کار تمومه. هیچ کس لازم نبود چیزی بگه. منو کنار کشیدن. نمیذاشتن دوباره وارد اتاق بشم. جیغ میزدم، موهامو میکشیدم و التماس میکردم بذارن پیشش بمونم. ولی فقط تونستم از دور ببینم که جسدش رو توی کاور سیاه گذاشتن و بردن پایین. تا وقتی در آمبولانس بسته شد، زل زده بودم بهش. باورم نمیشد.
منتظر بودم یهو در باز شه و آرش بیاد بیرون بخنده و بگه مول اینا همش شوخی بود. ولی در بسته شد و با اون در دنیای منم بسته شد. بعد از اون همه چی مثل خواب بود. پلیس اومد، خونه رو پر از مأمور کردن. ازم بازجویی کردن، 1000 تا سوال پرسیدن که هیچی یادم نمی اومد. فقط میخواستم دوباره نفسای آرش رو حس کنم. وقتی جنازه رو بردن، خونه من شد یه قبرستان. همه چی سرد و تاریک، هر گوشه رو که نگاه می کردم خاطره آرش بود. خنده‌هاش، حرفاش، حتی دعواهامون. دوستا و آشناها یکی یکی رسیدن. مهرنوش صمیمی‌ترین دوستم بغلم کرد. بیتا و فرناز هم اومدن. همه چی پر از اشک و آه شد. ولی ته دلم میدونستم هیچ کس حال منو نمیفهمه. اون شب به زور روی تخت مهمون خونه خوابیدم ولی چشمهام بسته نمیشد. فقط تصویر اون صحنه جلوی چشمم بود. خون، تخت به هم ریخته و پاهای بی حرکت آرش. صبح که شد، نور آفتاب افتاد توی اتاق. ولی برای من هیچ فرقی نکرد. انگار خورشید هم عزادار بود. مهرنوش اومد کنارم، دستمو گرفت و گفت میلی جان باید قوی باشی. لبخند تلخی زدم. قوی؟ من بدون آرش مثل یه پر کاه وسط طوفان بودم. احمد با پلیس دنبال کارا رفت. منو هم بردن برای شناسایی و امضا. وقتی اون برگه لعنتی رو امضا کردم تازه فهمیدم این یه کابوس نیست. اون شب وقتی همه رفتن و فقط سکوت موند نشستم وسط سالن. به همه چی نگاه کردم. مبل‌های اسپیل، پرده‌های بلند، تابلوهایی که با آرش انتخاب کرده بودیم و اشک‌هام بی‌وقفه ریخت. به خدا التماس می کردم که این یه امتحان باشه که آرش دوباره برگرده ولی صدایی نیومد. همونجا بود که فهمیدم من توی یه شهر بی فرشته تنها موندم. 3 روز اول مثل یه غبار سیاه بود. همه چی دور سرم میچرخید. فقط آدمای مختلف می اومدن و می رفتن. صدای گریه ها، بوی اسپند، زمزمه های پشت سر، همش قاطی شده بود. یه وقتایی حس می کردم دارم از بالا به خودم نگاه می کنم. انگار من نبودم که وسط مجلس عزاداری نشسته بودم با چشمای سرخ و صورتی خسته. انگار یه عروسک بیجون بودم که همه هی می اومدن بغلم می کردن و جمله تکراری می گفتن. خدا صبرت بده. زندگی همینه. جوون بود. حیف. ولی هیچ کدوم نمیدونستن توی دل من چی میگذره. هیچ کدوم نمیدونستن من نصف وجودم و از دست دادم. وقتی خونه خلوت میشد، میرفتم سمت کمد آرش. هنوز لباساش همونطور بود. پیراهن آبیش که همیشه واسه مهمونی میپوشید، بوی عطرش هنوز مونده بود. نشستم کف زمین و سرمو فرو کردم توی لباساش. گریه می کردم و بهش می گفتم آرش چرا منو تنها گذاشتی؟ هر چیزی تو خونه زندم می کرد. لیوان نیمه پرش روی میز، دفترچه‌ای که همیشه کاراشو توش یادداشت می کرد، ساعت مچیش کنار تخت، همه‌شون فریاد می زدن که اینجا یه زمانی پر از زندگی بود. فامیلای آرش مدام می اومدن. مادرش بیشتر از همه گریه می کرد ولی یه جورایی توی نگاهاش سرزنش بود. انگار من مقصر بودم. انگار مرگ آرش به گردن من بود. خواهرش منصوره هم همینطور. هیچی مستقیم نمی گفت ولی با نگاهش انگار میخواست بگه تو نتونستی مواظبش باشی. من اما انقدر شکسته بودم که حتی جواب نمیدادم، فقط سرمو پایین مینداختم.
مهرنوش تنها کسی بود که واقعاً کنارم موند. هر شب می اومد، منو بغل می کرد و می گفت ملیکا، میدونم سخته، ولی باید زنده بمونی. بیتا و فرنازم بودن، ولی بیشتر دنبال این بودن که خبر جمع کنن، ببینن چی شده. حس می کردم یه جورایی دارن فضولی می کنن. شبها سخت‌ترین بودن. وقتی همه می رفتن و من می موندم توی اون خونه بزرگ، هر سایه برام کابوس می شد. بعضی وقتا صداهایی می شنیدم، فکر می کردم آرش برگشته. می دویدم سمت اتاق خواب ولی هیچ کس نبود. یه بار حتی گوشی رو برداشتم، شمارش رو گرفتم. بعد تازه یادم افتاد. دیگه صدایی پشت اون خط نیست. چند روز بعد پلیس دوباره منو خواست. اتاقی سرد بود، یه میز فلزی، 2 مأمور. ازم خواستن دقیق بگم روز حادثه کجا بودم، چه ساعتی برگشتم، کی آرش رو دیدم. من با بغض جواب میدادم. من استخر بودم. ساعت حدود 5 برگشتم. وقتی رسیدم همه چی تموم شده بود. یکی از مأموران نگام کرد و گفت خانم، میدونین قاتل کی بوده؟ دشمنی داشت؟ من با صدای لرزون جواب دادم نه، آرش هیچ دشمنی نداشت. همه دوستش داشتن. ولی توی دلم میدونستم این دنیا پر از آدماییه که پشت نقاب مهربونی 1000 تا نقشه دارن. همونجا بود که برای اولین بار حس کردم منو هم مشکوک میدونن. نگاهاشون یه جوری بود که انگار میگفت شاید خودت. این حس مثل خوره به جونم افتاد. یه روز وسط این همه آوارگی سهراب پیدا شد. سهراب رو از قبل میشناختم. همکار آرش بود. یه مرد مغرور و کرحرف. اومد دم در و گفت ملیکا، من شنیدم، تسلیت میگم. میدونی من همیشه بهت علاقه داشتمه. حالم به هم خورد. هنوز تن آرش خاک نخورده بود که این حرفو میزد. با عصبانیت گفتم برو بیرون، اینجا جای تو نیست. ولی اون دست بردار نبود. بعدن چند بار دیگه هم زنگ زد، پیام داد. میگفت میخواد هوامو داشته باشه. اما من ته دل میدونستم اون فقط دنبال فرصته. وسط این روزای سیاه خدا یه نور همسر راهم گذاشت. حاجی و همسرش محبوبه. همسایه قدیمی بودن اما رابطمون سطحی بود. وقتی فهمیدن چی سرم اومده خودشون رو رسوندن. حاجی مردی بود آروم با ریش سفید و نگاه مهربون. محبوبه هم زنی مادرانه. یه روز محبوبه دستمو گرفت و گفت دخترم، این خونه ما خونه توئه. هر وقت خواستی بیا، ما جاتو پر میکنیم. اون حرفاش اشکمو در آورد. سالها بود مادرمو از دست داده بودم، ولی توی بغل محبوبه حس کردم دوباره مادری دارم. روزا یکی یکی میگذشتن، ولی من انگار توی یه تونل تاریک گیر کرده بودم. هیچ نوری نمیدیدم. غذا از گلو پایین نمی رفت. شبها کابوس می دیدم. هر بار می خوابیدم صحنه خونین اتاق جلوی چشمم زنده می شد. با جیغ از خواب می پریدم. بعضی وقتا فکر می کردم دیوونه شدم. یه روز توی جمعی که حاجی ترتیب داده بود با سلمان آشنا شدم. مردی آروم، کم حرف، با نگاهی عمیق. انگار نگاهش مستقیم میرفت توی قلبم. اولش فقط چند جمله ساده رد و بدل شد، ولی همون چند جمله کافی بود بفهمم این مرد فرق داره. سلمان برعکس بقیه که هی نصیحت می‌کردن یا ترحم نشون میدادن، فقط شنید. گذاشت حرف بزنم، گریه کنم، خالیشم. یه بار که با هم نشستیم بهم گفت ملیکا، میدونم فکر میکنی دنیا تموم شده، ولی باور کن میشه دوباره از نو شروع کرد. شاید نه همین امروز، نه فردا، ولی میشه.
اون حرف مثل جرعه آب بود وسط بیابون. برای اولین بار بعد از مرگ آرش یکم امید توی دلم جرقه زد. کم کم با کمک محبوبه، حاجی و سلمان یاد گرفتم دوباره کارای ساده انجام بدم، مثل پختن غذا، رفتن بیرون، حتی یه خنده کوچیک. ولی هنوز سایه قتل آرش رو سرم سنگینی می کرد. قاتلش کی بود؟ چرا زندگی من باید اینجوری فرو می ریخت؟ هر شب قبل خواب دعا می کردم. خدایا فقط یه نشونه بده، بهم بگو چی شد. بعد از 40 آرش خونم بیشتر از قبل شبیه قبرستون شد. انگار همه رفتن و من موندم با دیوارایی که هی خاطره ها رو تو صورتم میکوبیدن. شبها هنوز کابوس میدیدم، روزها بی هدف میچرخیدم. مرنوش خیلی وقتا می آمد و منو می کشید بیرون، ولی ته دلم نمیخواستم از خونه دور بشم. حس می کردم اگه برم آرش میاد و من نیستم. یه روز نشستم جلوی آینه، به خودم نگاه کردم. موهام به هم ریخته، صورتم لاغر و چشمام گود رفته. گفتم ملیکا، این تویی؟ همون دختری که همیشه سر حال بود؟ همونی که آرش عاشقش شد؟ اشک ریختم، ولی یه جایی توی دلم حس کردم باید تغییر کنم. محبوبه یه روز اومد خونم. بدون اینکه اجازه بده بهونه بیارم گفت پاشو، با من میای بیرون، دیگه بس این 4 دیواری. بردم بازار. خودش دستمو گرفت و هی میگفت زندگی جریان داره دخترم. اگه بمونی تو این حال هم خودتو از بین میبری هم خاطره آرش رو. اون روز یه روسری رنگی برام خرید. وقتی جلوی آینه گرفتم حس کردم یه ذره جون گرفتم. همونجا با خودم عهد کردم هر روز یه کار کوچیک بکنم تا دوباره سرپاشم. اما آرامش هیچ وقت کامل نبود. سهراب ولکن نبود، هی زنگ میزد، پیام میداد، حتی یه بار جلوی در خونم سبز شد. گفت ملیکا چرا اینقدر با من سردی؟ من میتونم جاتو پر کنم، بذار بهت کمک کنم. با عصبانیت گفتم هیچ کس نمیتونه جای آرشو پر کنه، مخصوصاً تو. از جلوی در ما برو. ولی ته دلم میترسیدم. نگاهش یه جوری بود که انگار میخواد زورشو تحمیل کنه. در مقابل اون همه مزاحمت، سلمان مثل نسیم بود. نه فشار می آورد، نه دخالت. فقط وقتی میدید حالم خرابه، کنارم می نشست. یه بار گفت ملیکا، تو حق داری قصه بخوری، ولی نذار قصه ها تو رو بخورن. تو باید انتخاب کنی، میخوای قربانی باشی یا زنده بمونی. این جمله‌اش توی سرم موند. قربانی یا زنده؟ اون شب تا صبح فکر کردم. از طرف دیگه خانواده آرش هم دست بردار نبودن. منصوره خواهرش با یه لحن تند گفت ملیکا تو باید جواب بدی، چرا آرش مرد؟ تو چرا نبودی؟ زیر لب گفتم من که قاتل نیستم. ولی توی جمع چیزی نگفتم چون میدونستم هر چی بگم برعکس تفسیر میکنن. از خونشون زدم بیرون، اشک ریختم و به خودم گفتم همه چی رو دوش منه، ولی من باید سرپا بمونم. هر صبح که بیدار می شدم لحظه کوتاه فراموش می کردم آرش نیست. دستم ناخودآگاه می رفت سمت بالش کناری. وقتی دستم به سردی پارچه خالی می خورد انگار دنیا دوباره روی سرم خراب می شد. گاهی صدای دوش حمام یا خشخش کلید توی قفل در رو می شنیدم. با امید می دویدم، اما همش خیال بود. یه بار با مهرنوش اینا حرف زدم. گفتم می ترسم دیوونه بشم. مهرنوش دستمو گرفت و گفت نه عزیزم، اینا همه نشونه داغه، باید بگذره. اما ته دلم باورم نمیشد هیچ وقت بگذره.
محبوبه یه روز دیگه اومد. ظرف غذا دستش بود. نشستیم با هم غذا خوردیم. وسطش گفت: ملیکا، چرا یه کاری برای خودت پیدا نمی کنی؟ هم سرگرم میشی، هم دیگه تنهایی اذیتت نمیکنه. اولش مقاومت کردم. گفتم من نمیتونم، اصلاً توانشو ندارم. ولی اون با لبخند گفت: تو از اون دخترایی نیستی که جا بزنه. من میدونم. این جمله توی دلم نشست. بعد از چند روز رفتم ثبت نام کلاس ورزشی کردم. نه برای اینکه قوی بشم، فقط برای اینکه دوباره بین آدم‌ها باشم. یه روز بعد از کلاس، وقتی از باشگاه بیرون می اومدم، سلمان رو دیدم. اونقدر اتفاقی بود که خندم گرفت. گفت: دیدی گفتم باید تکون بخوری؟ منم لبخند زدم. آره، ولی هنوز خیلی راه دارم. سلمان گفت: مهم اینه که شروع کردی. هیچ مسیری با یه قدم ساخته نمیشه، ولی همون یه قدم اول همه چی رو تغییر میده. از اون روز به بعد حضورش برام مثل یه ستون شد. کسی که نه قضاوتم میکرد نه ترحم، فقط میفهموندم. تحقیقات پلیس ادامه داشت. هر بار که زنگ میزدن قلبم میریخت پایین. ازم مدارک میخواستن، میپرسیدن دشمنی سراغ دارم یا نه. گاهی فکر میکردم نکنه هیچ وقت قاتل پیدا نشه. این بدترین کابوس بود، اینکه قاتل آزاد باشه و من هیچ وقت نفهمم چرا. شبا قبل خواب دعا می کردم: خدایا، نذار خون آرش هدر بره، نشونم بده کی این کارو کرد. یه عصر وقتی از خرید برگشتم دیدم جلوی در خونه ایستاده. با اون لبخند کاذبش گفت: خیلی تنها شدی نه؟ بذار من کنارت باشم. این بار دیگه از کوره در رفتم. داد زدم: بسه، تو نمیفهمی، تو آزارم میدی، از زندگی من برو بیرون. ولی توی چشمهاش برق خطرناکی بود. گفت: تو دیر یا زود میفهمی کسی جز من واسط نمونده. اون شب تا صبح خواب به چشمم نیومد. برای اولین بار به این فکر افتادم که شاید سهراب بیشتر از یه مزاحم ساده باشه. هر روزی که میگذشت یه جنگ درونی داشتم. یه طرف دلم میخواست همونجا بمیرم و برم پیش آرش. طرف دیگه صداهای محبوبه و سلمان توی گوشم بود که میگفتند باید ادامه بدی. بعضی وقتا جلوی عکس آرش مینشستم و میگفتم: آرش، تو بگو میخوای من چیکار کنم؟ برات راحت تر من بیام اون دنیا یا اینکه زنده بمونم و یادتو حفظ کنم؟ جوابی نمیشنیدم، اما ته دلم یه حس میگفت: ملیکا، تو باید قوی باشی. یکی از سخت ترین چیزا نگاه مردم بود. هر جا می رفتم همه با انگشت نشونم می دادن. اون زن است، همسرش کشته شد. بیچاره، جوونیش تباه شد. بعضی وقتا حتی شایعه می ساختن. یه بار شنیدم می گفتن شاید خودش خبر داشته، شاید ماجرا پیچیده تره. اون شایعات مثل خنجر توی قلبم بود. هیچ کس نمی دونست من هر شب دارم با کابوس زندگی می کنم. یه روز محبوبه و حاجی دعوتون کردن خونشون. یه سفره ساده انداخته بودن. با بوی قرمه سبزی خونشون پر از آرامش بود. حاجی وقتی دید سرم پایینه گفت: دخترم، بدون سختی زندگی معنا نداره. خدا وقتی بندشو دوست داشته باشه امتحانش میکنه. اون حرفاش آرومم کرد. با خودم گفتم شاید این همه درد یه امتحانه. بعد از شام سلمان هم اومد. وقتی برگشتیم منو تا دم خونه رسوند. توی راه سکوت بود. فقط وقتی رسیدیم دم در گفت: ملیکا، میدونم شاید الان وقتش نباشه، ولی بدون هر وقت خواستی حرف بزنی من هستم. لبخند زدم. برای اولین بار حس کردم واقعاً کسی هست که میتونه بفهمه. ما همه چی قرار نبود خوب پیش بره. سهراب دوباره پیدا شد. این بار توی باشگاه.
کنارم وایساد و گفت ملیکا، تا کی میخوای اینطوری باشی؟ من تنها کسیم که میتونم کمکت کنم. با ترس گفتم تو فقط مزاحم منی، دست از سرم بردار. ولی اون با لبخند سردی گفت یه روز میفهمی من تنها انتخابت بودم. اون نگاهش جوری بود که شب تا صبح لرزیدم. حس می‌کردم پشت حرفاش یه تهدید خوابیده. توی اون روزای پر از تاریکی 3 چیز منو سرپا نگه می‌داشت. یاد آرش که نمیذاشت تسلیم بشم. مهربونی حاجی و محبوبه که مثل خانواده دومم شده بودن. و نگاه آروم سلمان که هر بار بهش برمیخوردم دلم یه ذره امید میگرفت. اما ته همه اینا سایه سنگین قتل هنوز بالای سرم بود. قاتل کی بود؟ چرا؟ و من چرا باید وسط این همه قضاوت و تنهایی گیر کنم؟ بعد از اون همه روز و شب تلخ تازه فهمیدم زندگی یه جورایی منو مجبور میکنه تکون بخورم. هر چقدرم که بخوام پشت درای بسته پنهون شم، دنیا از حرکت نمی‌ایسته. گاهی میرفتم توی کوچه، بچه‌های همسایه رو میدیدم که بازی میکنن، میخندیدن. دلم میگرفت. میگفتم ملیکا یه زمانی تو هم همینطوری خندیدی، یعنی دوباره میتونی؟ یه روز دوباره از پلیس زنگ زدن. رفتم کلانتری. سرگردی که پرونده رو پیگیری میکرد خیلی جدی نگاهم کرد و گفت خانم ملیکا، ما رد پایی از دشمنی‌های کاری آرش پیدا کردیم. ممکنه این پرونده بیشتر از یه سرقت ساده باشه. خون توی رگام یخ زد. یعنی آرش رو به خاطر کارش کشتن؟ 1000 تا سوال توی ذهنم چرخید ولی جواب هیچ کدومو نداشتم. اون روز که برگشتم دیدم سهراب دوباره جلوی خونم سبز شده. گفت ملیکا باور کن میتونم بهت کمک کنم. حتی میتونم بفهمم قاتل کی بوده. با عصبانیت داد زدم برو بیرون، تو هیچ وقت دوست آرش نبودی، فقط دنبال فرصتی بودی. ولی نگاه سردش گفت ماجرا هنوز تموم نشده. در عوض سلمان کم کم نزدیکتر شد. هر بار که باهاش حرف می زدم یه جور حس امنیت می گرفتم. یه شب بعد از تمرین منو تا خونه رسوند. توی راه گفت ملیکا یادت باشه قضاوت مردم هیچ وقت تموم نمیشه، ولی این تویی که باید انتخاب کنی بر اساس قضاوت اونا زندگی کنی یا بر اساس حقیقت خودت. اون حرف مثل آب روی آتیش بود. بعد از حرفهای پلیس شبها دیگه خواب راحت نداشتم. همه چی برام پر از علامت سوال شده بود. آرش واقعاً چرا کشته شد؟ یه تصادف ساده نبود، دشمنی پشتش بود. میرفتم جلوی آینه و به خودم میگفتم ملیکا اگه قاتل هنوز آزاده یعنی هر لحظه ممکنه دوباره سر و کلش پیدا بشه. همین فکر بدنمو میلرزوند. روز بعد محبوب اومد دنبالم. با هم رفتیم پارک. روی نیمکت نشستیم. بوی چمن تازه و صدای بچه‌هایی که بازی می‌کردن یه لحظه دلمو نرم کرد. محبوب گفت ملیکا جان، همه این ترس‌ها طبیعیه، ولی باید یه کاری کنی که ذهنت پر بشه. کار، کلاس، حتی نوشتن. همونجا تصمیم گرفتم دفترچه‌ای بردارم و هر شب احساساتمو بنویسم، مثل یه دفتر اعتراف. شاید سبکترم کنه. اون شب که میخواستم دفترچه بیارم، دستم خورد به کمد آرش. یه دفتر ازش پیدا کردم، جلد قهوه‌ای با خط خودش. قلبم تند زد. نشستم و بازش کردم. توش پر بود از یادداشت‌های کاری، اما بینشون یه جمله نوشته بود: اگه یه روزی نبودم، ملیکا باید قوی بمونه. اون همیشه بیشتر از چیزی که فکر میکنه توان داره. اون جمله مثل برق از سر تا پام گذشت. اشک ریختم ولی برای اولین بار اشکا طعم تلخی نداشت. حس کردم آرش خودش داره بهم میگه ادامه بده.
روز بعد رفتم باشگاه. وقتی تمرین کردم، عرق ریختم، انگار بخشی از غم از تنم جدا شد. سلمان اونجا بود. وقتی دید سر حالم گفت همینطوره، غم مثل باری روشونه، باید تکون بخوری تا زمین بذاریش. لبخند زدم. برای اولین بار بعد از مدتها لبخند واقعی. همه چی داشت کم کم روشن می شد، ولی سایه سهراب هنوز دورم بود. یه پیام برام فرستاد. ملیکا، ما مال همیم، دیر یا زود میفهمی. این پیام مثل چکوش خورد توی سرم. گوشی رو خاموش کردم، ولی دلشوره مثل خوره افتاد به جونم. یه شب وقتی از کلاس برمیگشتم توی کوچه دیدمش. سهراب به ماشینم تکیه داده بود. گفت ملیکا، داری منو دیوونه میکنی، چرا انقدر سردی؟ با ترس و عصبانیت گفتم برو کنار سهراب، من نمیخوامت، بفهم. اون جلو اومد، صدای قدماش روی آسفالت مثل ضربه چکش بود رو قلبم. دستشو دراز کرد سمت بازو. همون لحظه صدای محکمی اومد دستتو بکش. سلمان بود. نمیدونم از کجا پیدا شد، اما اومد جلو و جلوی سهراب وایساد. نگاهش جدی و سرد بود. سهراب عقب کشید، غر زد ولی رفت. اون شب وقتی رسیدم خونه دستام هنوز میلرزید. ولی ته دلم حس کردم دیگه تنها نیستم. سلمان مثل یه سپر جلوی من ایستاد. چند روز بعد دوباره دیدمش. بهش گفتم نمیدونی اون شب چه کار بزرگی کردی. اگه تو نبودی... سلمان حرفمو قطع کرد. ملیکا، نیازی نیست ازم تشکر کنی. فقط یه چیزو بدون. تو باید یاد بگیری خودت از خودت دفاع کنی. من همیشه نمیتونم باشم. این جملهش مثل تلنگر بود. برای اولین بار فکر کردم شاید باید یاد بگیرم مستقل‌تر باشم. نوشتن توی دفترچه تبدیل شد به عادتم. هر شب می نوشتم. از ترس هام، از قصه هام، حتی از لبخند کوچیکی که روزم را عوض کرده بود. کم کم حس کردم ذهنم سبکتر میشه. یه شب نوشتم ملیکا، تو هنوز زنده ای، پس باید زندگی کنی. آرش اگه بود نمیخواست تو رو اینطوری ببینه. وقتی فرداش دوباره خوندم تعجب کردم. انگار یکی دیگه نوشته بود، ولی همون باعث شد باور کنم هنوز امید هست. سرگرد پرونده دوباره منو خواست. این بار خبر تازه‌ای داشت. گفت ما رد پایی از تماس‌های مشکوک قبل از قتل پیدا کردیم. احتمالاً کسی نزدیک به آرش درگیر بوده. قلبم تند زد. یعنی کسی که ما میشناسیم. حتی احتمال دادم پای سهراب وسط باشه. وقتی برگشتم خونه 1000 تا فکر توی سرم میچرخید. نمیدونستم باید به کی اعتماد کنم. تصمیم برای ادامه دادن؟ اما وسط همه این تردیدها یه چیز برام روشن شد. من نمیتونم تسلیم شم. هرچی بیشتر ترس و غم بهم فشار بیاره، بیشتر باید بجنگم. یه شب جلوی آینه ایستادم، به چشمام نگاه کردم و گفتم ملیکا، تو قربانی نیستی. تو باید زنده بمونی. برای خودت، برای آرش. اون شب خوابم برد بدون کابوس و این برای من مثل یه معجزه کرد. از وقتی اون شب بدون کابوس خوابیدم، حس کردم یه دریچه تازه برام باز شده. صبح که بیدار شدم، نور خورشید فرق داشت. انگار داشت بهم میگفت ملیکا، هنوز امید هست. تصمیم گرفتم کارای کوچیک انجام بدم. تختو مرتب کردم، پنجره رو باز کردم، یه موسیقی آروم گذاشتم. شاید ساده باشه، ولی برای من مثل یه انقلاب بود. چند روز بعد دوباره پلیس صدام کرد. سرگرد پرونده خیلی جدی بود. گفت خانم ملیکا، ما به مدارکی رسیدیم که ممکنه قتل آرش با کارای مالی شرکتش در ارتباط باشه. بعضی قراردادها مشکوکه. انگار مغزم داشت منفجر می شد. آرش همیشه می گفت از فساد بیزاره، پس چطور ممکن بود همچین چیزی؟
به سرگرد گفتم محاله، آرش اینطوری نبود. ولی اون فقط گفت ما همه احتمالها رو بررسی می‌کنیم. وقتی برگشتم خونه 1000 تا فکر توی سرم بود. اگه آرش واقعاً توی کاراش دشمن درست کرده بود چی؟ اگه همه کی که فکر می‌کردم دربارش حقیقت نداشت چی؟ اون شب تا صبح بیدار موندم، با عکسش حرف زدم، گفتم آرش، اگه چیزی بوده چرا به من نگفتی؟ من که همه چی رو تحمل می کردم. اشکام روی شیشه قاب عکس می چکید. فردا محبوبه اومد. وقت دید حالم خرابه نشست کنارم. دستمو گرفت و گفت دخترم، هیچ کس توی این دنیا بی اشتباه نیست، ولی مهم اینه که عشق شما واقعی بوده. همین کافیه برای ادامه دادن. اون حرف مثل مرهم بود. آره، حتی اگه همه چی خراب باشه، عشق ما واقعی بود. یکی از روزا که از باشگاه برمیگشتم، سلمان کنارم راه افتاد. گفت ملیکا، تو کم کم داری تغییر میکنی. میبینم که داری قوی تر میشی. لبخند زدم. فقط سعی میکنم دیوونه نشم. اون گفت نه، داری زندگی میکنی. این فرق بزرگیه. حرفاش مثل نوری بود توی دل تاریکم. یه شب که داشتم از مغازه برمیگشتم، حس کردم کسی دنبالمه. قدمامو تندتر کردم. صدای پاها هم تند شد. قلبم داشت از سینه میزد بیرون. وقتی رسیدم جلوی در خونه برگشتم. سایه‌ای پشت کوچه پیچید و غیب شد. دستام میلرزید. سریع در رو بستم. اون شب تا صبح با چراغ روشن خوابیدم. صبح به سلمان گفتم اخماش رفت توی هم. گفت ملیکا حتما مراقب باش، شاید همون سهرابه. اگه دوباره دیدی به هم زنگ بزن. تو محله شروع کرده بودن پچ پچ کردن. بعضیا میگفتن شوهرش کشته شده، حالا با یکی دیگه میگرده. منظورشون سلمان بود. وقتی این حرفو شنیدم دنیا روی سرم خراب شد. من و سلمان حتی دستم نگرفته بودیم. فقط 2 نفر بودیم که داشتیم از غمها حرف می زدیم. اون شب گریه کردم و به خدا گفتم خدایا چرا همه چی برعکس میشه؟ من فقط میخوام زنده بمونم. روز بعد موضوع به سلمان گفتم. اون خیلی جدی گوش کرد و بعد گفت ملیکا، مردم همیشه قضاوت میکنن. اگه به حرف اونا گوش بدی، هیچ وقت زندگی نمی کنی. ساکت موندم. راست میگفت. اما تحمل اون نگاه ها سخت بود. اون ادامه داد. بذار هر چی میخوان بگن. تو باید به دل خودت گوش بدی، نه به زبون مردم. چند روز بعد پلیس دوباره منو صدا کرد. این بار گفتند رد تماس‌هایی که به آرش شده بود به چند نفر از نزدیکترین همکاراش میرسه. یکیشون سهراب. همون لحظه همه چی برام روشن شد. اون نگاه‌های عجیب، مزاحمت‌هاش، تهدیدهاش. شاید واقعاً اون پشت همه چی بوده. وقتی از کلانتری بیرون اومدم دستام یخ کرده بود. حس کردم الان بیشتر از هر وقت دیگه‌ای در خطرم. از وقتی پلیس گفت رد تماس‌ها به سهراب میرسه، ذهنم مثل یک فیلم تکراری فقط صحنه‌های مزاحمت‌هاش رو پخش می‌کرد. پیام‌هاش، نگاه‌هاش، تهدیدش که گفته بود دیر یا زود می‌فهمی من تنها انتخابت بودم. حالا می‌فهمیدم اون جمله‌ها بی‌معنا نبوده. شب با مهرانوش حرف زدم. گفتم مهرانوش، فکر می‌کنی ممکنه سهراب قاتل باشه؟ اون سکوت کرد. بعد گفت من مطمئن نیستم، ولی باید مراقب باشی. این مراقب باش مثل یه هشدار مدام توی سرم میپیچید. حرفهای سلمان درباره یاد بگیر خودت از خودت دفاع کنی توی ذهنم مونده بود. تصمیم گرفتم برم کلاس دفاع شخصی. محبوبه هم تشویقم کرد. گفت این بهترین کار دخترم. هم برای روحته هم برای جسمت.
اولین جلسه که رفتم، حس کردم دوباره دارم کنترل یه تیکه از زندگیمو به دست میگیرم. هر ضربه‌ای که به کیسه میزدم، انگار کمی از ترسم بیرون میریخت. در این بین رابطه من و سلمان بیان که خودمون بفهمیم صمیمیتر شد. هنوز خط قرمزها رو نگه داشته بودیم، ولی نگاهامون بیشتر از حرفامون میگفت. یه شب بعد از تمرین منو تا دم خونه رسوند. زیر لب گفت: ملیکا، میدونی چرا دوست دارم کنارت باشم؟ چون میدونم تو لایق آرامشی. اون جمله توی دلم یه جرقه زد. برای اولین بار بعد از مرگ آرش یه حس تازه توی دلم جوانه زد. ترسناک بود ولی زنده کننده. چند هفته گذشت. یه روز سرگرد به هم زنگ زد و گفت: خانم ملیکا، ما مدارک کافی علیه سهراب پیدا کردیم. به زودی بازداشتش میکنیم. وقتی اینو شنیدم بغض کردم. نه از شادی، نه از ترس، از همه چیز با هم. حس کردم بالاخره شاید کابوس تموم بشه. اون شب جلوی پنجره ایستادم. هوای شب خنک بود. ستاره ها می درخشیدند. زیر لب گفتم: آرش، بالاخره عدالت داره نزدیک میشه. اشکام سرازیر شد، ولی این بار سبک بود. حس کردم بعد از ماها دوباره میتونم نفس بکشم. از وقتی شنیدم پلیس میخواد سهراب رو بازداشت کنه، یه حس دوگانه داشتم. از یه طرف خوشحال بودم که بالاخره قاتل پیدا میشه، از طرف دیگه ترس داشتم. میگفتم اگه قبل از بازداشت بیاد سراغم چی؟ هر بار صدای زنگ در یا کوبیدن در خونه میومد، قلبم میخواست وایسه. گوشی رو همیشه نزدیکم نگه می‌داشتم، با انگشت آماده شماره گرفتن سلمان یا پلیس. یه روز مادر آرش اومد دیدنم. صورتش لاغرتر از قبل شده بود. نشست روبروم و گفت: ملیکا، من میدونم این روزا چقدر سخت میگذره، ولی باور کن آرش خوشحال میشه ببینه تو داری قوی میمونی. این اولین باری بود بعد از مرگ آرش که مادرش بدون سرزنش با هم حرف زد. بغض کردم، دستشو گرفتم، گفتم: من هر کاری کنم باز کمتر از عشقیه که بهش داشتم. اشک توی چشمای هر دومون جمع شد. برای لحظه‌ای حس کردم دیگه دشمن من نیست، شریک داغم هست. چند شب بعد وقتی از پنجره بیرون رو نگاه می کردم، دیدم یه ماشین مشکوک چند دقیقه جلوی خونه وایساده. چراغاش خاموش بود. قلبم لرزید. سریع پرده رو کشیدم. به سلمان زنگ زدم. با صدای خسته گفت: ملیکا، نترس. شاید اتفاقی بوده. ولی اگه دوباره دیدی حتما خبر بده. اون شب خوابم نبرد. مدام فکر می کردم شاید سهراب قبل از دستگیری بخواد یه کار خطرناک کنه. فرداش محبوبه اومد و منو برد بیرون. گفت: نمیذارم این ترس تو رو بخوره. بیا بریم زیارت. رفتیم امامزاده‌ای نزدیک شهر. وقتی جلوی ضریح ایستادم، اشکام سرازیر شد. گفتم: خدایا، فقط آرامش میخوام. نه پول، نه شهرت، فقط آرامش. اون روز حس کردم بار سنگینی از دوشم برداشته شده. هر روزی که میگذشت منتظر خبر بازداشت سهراب بودم. اما زمان کش میومد. پلیس میگفت مدارک باید کامل بشه. من اما با هر دقیقه تأخیر بیشتر میترسیدم. وقتی شبها تنها می شدم، به صدای کوچکترین حرکت گوش می دادم. صدای افتادن برگ، وزش باد یا حتی تک تک لوله های شوفاژ، همش برام مثل صدای قدم های سهراب بود. گاهی به خودم می گفتم: ملیکا، نکنه این ترس هیچ وقت تموم نشه؟ یه شب زنگ زدم به سلمان. صدام می لرزید. گفتم: نمیتونم اینطوری ادامه بدم. هر لحظه حس میکنم اتفاقی میفته. اون با آرامش گفت: ملیکا، ترس مثل یه سایه است. هرچی بیشتر بهش نگاه کنی بزرگتر میشه. باید یاد بگیری بی توجه باشی. پرسیدم: ولی چطور؟ جواب داد:
با پر کردن زندگیت، با کار، با امید، با آدمایی که دوست دارن. حرفاش مثل جرعه‌ای آب بود توی کویر. خواهر آرش، منصوره، یه روز اومد خونه. هنوز نگاهش پر از قضاوت بود. گفت: ملیکا، همه میگن تو زیادی زود با سلمان نزدیک شدی. این درست نیست. قلبم گرفت. نفس عمیق کشیدم و آروم گفتم: من و سلمان فقط دوستیم. اون تنها کسیه که کمکم میکنه از این داغ رد شم. قضاوت کردن آسونه، ولی تا نمیدونی من چی میکشم. برای اولین بار منصوره چیزی نگفت. فقط سکوت کرد. شاید یه ذره فهمیده بود. چند روز بعد پلیس دوباره منو خواست. سرگرد گفت: ما تونستیم مدارک بیشتری علیه سهراب پیدا کنیم. رد تماس‌ها، اسناد مالی مشکوک و شهادت یکی از کارمندای شرکت. به زودی بازداشتش می‌کنیم. وقتی اینو شنیدم، انگار بار سنگینی از دوشم برداشته شد. ولی در کنارش یه اضطراب دیگه اومد. اگه قبل از بازداشت بفهمه و فرار کنه یا بخواد به من آسیب بزنه. همین فکر دوباره شبهامو پر از کابوس کرد. هر وقت خیلی میترسیدم میرفتم سراغ دفترچه آرش. یادداشت‌هاشو میخوندم. یه جا نوشته بود: زندگی جنگه. کسی برنده است که هر بار بعد از زمین خوردن دوباره بلند شه. اون جمله مثل چکش توی سرم کوبید. با خودم گفتم: ملیکا، تو باید همون کسی باشی که دوباره بلند میشه. یه شب وقتی از باشگاه برمیگشتم دوباره سایه‌ای دنبالم افتاد. قلبم یخ کرد. سرعت قدمامو زیاد کردم. ناگهان صدایی پشت سرم گفت: ملیکا، نترس، منم. برگشتم. سلمان بود. لبخند محوی زد و گفت: فکر کردی دیگه تنها میذارمت؟ اون لحظه اشکام جاری شد. گفتم: تو نمیدونی حضور تو چقدر برام ارزش داره. سلمان فقط آروم گفت: میدونم. چند روز بعد بالاخره خبر رسید. سهراب بازداشت شد. وقتی شنیدم برای اولین بار بعد از مدتها با خیال راحت نفس کشیدم. رفتم جلوی پنجره، پرده رو کنار زدم. خیابون مثل همیشه بود، ولی برای من انگار همه چی روشن‌تر شده بود. زیر لب گفتم: آرش، بالاخره عدالت نزدیک شد. با اینکه بازداشت شد، ته دلم میدونستم پرونده تازه شروع شده. باید محاکمه میشد، باید حقیقت کامل روشن میشد. ولی حداقل برای مدتی میتونستم شبهامو بدون وحشت بخوابم. صبحی که خبر بازداشت سهراب منتشر شد، حس کردم خونه من برای اولین بار بعد از مدتها دوباره بوی آرامش گرفته. نور خورشید روی پرده ها افتاده بود و صدای پرنده ها می اومد. زیر لب گفتم: خدایا ممنون. ولی ته دلم هنوز یه صدای کوچیک می گفت: ملیکا، این فقط شروعشه. باید توی دادگاه هم ثابت بشه. مادر آرش بعد از مدتها دوباره اومد خونم. این بار صورتش مهربونتر بود. نشستیم کنار هم و اون گفت: شنیدم سهرابو گرفتن. خدا لعنتش کنه. آرش پسر پاکی بود. بغض کردم. اشک توی چشمام جمع شد. گفتم: ممنونم که بالاخره باور کردی. اون دستمو گرفت. برای اولین بار حس کردم دیگه بین ما دشمنی نیست. یه شب من و سلمان توی پارک نشستیم. باد خنکی میوزید. بهش گفتم: سلمان، میترسم همه چی دوباره خراب بشه. هنوز دادگاه مونده. اون لبخند زد. ملیکا، تو تا اینجا اومدی. هر چی پیش بیاد تو دیگه اون زن ترسیده اول راه نیستی. تو قوی شدی. حرفاش عمیق بود. به خودم نگاه کردم. واقعاً تغییر کرده بودم.
چند روز بعد پلیس منو به عنوان شاهد برد دادسرا. باید روبروی قاضی درباره رابطه سهراب با آرش حرف می زدم. وقتی وارد سالن شدم و چهره سرد سهراب رو دیدم، تمام بدنم لرزید. ولی سعی کردم محکم باشم. گفتم اون مدام مزاحمم می شد. بعد از مرگ آرش رفتارهاش عجیبتر شد. بارها تهدیدم کرد. قاضی یادداشت کرد. نگاه سهراب پر از نفرت بود، اما من این بار چشم ازش بر نداشتم. بعد از جلسه دادسرا وقتی برگشتم خونه دوباره همه خاطرات مرگ آرش زنده شد. صحنه اتاق خونالود، بدن بیجونش، فریادهای من، همه مثل فیلم جلوی چشمم چرخید. روی مبل نشستم، سرمو گرفتم توی دستام. اشک‌ها بیوقفه می اومدن. توی دلم گفتم آرش، منو ببخش، نتونستم ازت محافظت کنم. همون لحظه گوشی زنگ خورد. سلمان بود. فقط با شنیدن صداش انگار بار سنگینی از روی شونه هام برداشته شد. گفت ملیکا، نفس عمیق بکش. تو همه چیز رو درست انجام دادی. محبوبه هم اومد خونم. وقتی دید حالم بده با لبخند نشست کنارم و گفت دخترم، تو فقط شاهدی. این بار عدالت خودش کارشو میکنه. تو دیگه لازم نیست تنهایی بجنگی. اون دستمو گرفت و برای چند دقیقه هیچی نگفتیم. همین سکوت، همین همراهی از 1000 تا جمله بیشتر آرامش داد. یکی از روزا سرگرد به هم زنگ زد و گفت خانم ملیکا، اعترافات اولیه سهراب نشون میده انگیزش ترکیبی از مسائل کاری و حسادت شخصی بوده. وقتی اینو شنیدم دنیا دور سرم چرخید. یعنی هم به خاطر کار آرش و هم به خاطر من؟ فکر این که یه نفر انقدر بیمار باشه که عشق منو بهانه قتل کنه بدنمو لرزوند. اون شب توی دفترچه‌ام نوشتم من باعث مرگ آرش شدم چون سهراب به من حس داشت. اگه من نبودم شاید آرش هنوز زنده بود. قلم از دستم افتاد. بغضم شکست. اما همون موقع یاد حرف سلمان افتادم. تو قربانی نیستی، مقصر نیستی. سعی کردم بهش باور کنم ولی آسون نبود. بعد از اون شب که دوباره تمام خاطرات مرگ آرش مثل سیل ریخت روی سرم تا صبح بیدار موندم. هر ثانیه بین احساس گناه، خشم و ترس دست و پا می زدم. صبح که هوا روشن شد هنوز چشمام از گریه می سوخت. یه لیوان آب گرفتم دستم و جلوی آینه خودم رو نگاه کردم. قیافه‌ام شبیه کسی بود که ماه‌ها با خودش جنگیده. ولی تهش یه چیز تازه توی نگاهم بود. انگار جرقه لجاجت. چند روز گذشت و هر خبری که از دادگاه می اومد یه گوشه دلم رو قلقلک می داد. ولی هنوز نمیتونستم به آرامش اعتماد کنم. همه یاد گرفته بودیم که تو این شهر فرشته ها همیشه دیر میرسن. سهراب توی بازداشت بود اما حس حضورش از زندگی من بیرون نرفته بود. حتی وقتی توی خیابون قدم می زدم ناخودآگاه دنبال سایه ها می گشتم. یه عصر که از اداره وکیل برگشته بودم محبوبه برام سوپ درست کرده بود و اصرار داشت بخورم. گفت روح آدم وقتی گرسنه باشه فکرای بد بیشتر حمله می کنن. راست می گفت. لقمه هام پایین نمی رفت ولی زور زدم بخورم. محبوبه روبروم نشسته بود ساکت بدون نصیحت. فقط حضورش باعث می شد حس نکنم تو خونه خفم می کنه. سلمان اون شب دوباره پیام داد. نوشت اگه خواستی حرف بزنی بیدارم. جواب ندادم ولی خوندن همون جمله باعث شد چند دقیقه چشمامو ببندم و آرومتر نفس بکشم. نمیدونم چی شد که بهش عادت کردم. شاید چون نه قضاوت میکرد نه فشار می آورد. فقط بود. یه روز پلیس دوباره تماس گرفت و گفت باید برای تکمیل شهادت برم.
توی ماشین داشت لرزش دستام دیوونم می‌کرد. وقتی رسیدم دیدم 2 خبرنگار جلوی ساختمان وایستادن. سریع صورتمو پوشوندم و رفتم داخل. توی راهرو که نشسته بودم صدای پچ پچ چند نفر رو شنیدم. نمیدونستم درباره من حرف میزنن یا نه، اما ناخودآگاه حس کردم دوباره دارن قضاوتم میکنن. همون موقع وکیل آرش اومد و کنارم نشست. گفت نذار حرف مردم توی روند دادخواهی تأثیر بذاره. قاتل باید تا تهش بره. فقط سر تکون دادم. وقتی دوباره روبروی سهراب نشستم، این بار نه لرزیدم، نه نگاهمو دزدیدم. اون با یه نگاه سرد خیرم شد. یه جوری که انگار هنوز فکر میکرد میتونه منو بترسونه. اما یه حس جدید اومده بود توی وجودم. یه جور خشم خاموش. گفتم تو فقط آرش رو نکشتی، منو هم سالها زندونی کردی. اون لحظه برای اولین بار دیدم نگاهش شکست، شاید کوتاه ولی واقعی بود. بعد از بازجویی توی مسیر برگشت، سلمان پشت فرمون منتظرم بود. بدون اینکه چیزی بگه فقط گفت بشین، میرسونمت خونه. توی ماشین سکوت بود، اما سکوتش سنگین نبود. وسط راه گفت از امروز دیگه دنیا باید بفهمه تو قربانی نیستی. جواب ندادم، فقط نگاش نکردم که اشکم رو نبینه. اون شب توی خونه چراغا رو خاموش نکردم. نه از ترس، از عادت. ولی وقتی توی تخت دراز کشیدم، اولین بار بود که تصویر آرش با خون و مرگ نیومد توی ذهنم. این بار فقط چهرش اومد وقت میخندید. گفتم آرش، من دارم تلاش میکنم. چند روز بعد خبر رسید که جلسه اول دادگاه رسمی به زودی برگزار میشه. محبوبه گفت اینجاش سخته ولی ازش رد میشی. منصوره ولی دوباره شروع کرد به حرف زدن پشت سرم. ظاهراً توی فامیل گفته بود ملیکا خودشو قایم کرده پشت نقش قربانی و داره با یکی دیگه میپره. این حرفا دیگه مثل قبل زخم نمیزد ولی هنوز سوزش داشت. با خودم گفتم اونا فقط صحنه رو میبینن، من پشت صحنه رو له کردم. تصمیم گرفتم از این به بعد حتی جواب ندم. از طرفی رابطم با سلمان آروم آروم شکل میگرفت. نه عاشقانه بود نه تعریف شده. بیشتر شبیه 2 نفری بودیم که بار یه جنگ رو با هم حمل میکنیم. اون نمیپرسید ازم چی میخوام، فقط کمک میکرد بفهمم چی لازم دارم. منم کم کم یاد میگرفتم وابستگی همیشه ضعف نیست. چند شب مونده به دادگاه خوابی دیدم. تو خواب آرش با لباس سفید نشسته بود روی همون صندلی قدیمی کنار پنجره. من نزدیکش رفتم و گفتم هنوز دلم برات میسوزه. اون گفت دلم نمیخواد تا ابد برام بسوزی. یه جا تو زندگیت باید دوباره نفس بکشی. از خواب که پریدم فهمیدم شاید این خواب نبود. شاید جواب دلم بود. الان که دارم همینا رو مینویسم حس میکنم توی یه جاده مه‌آلودم. سهراب هنوز توی بازداشته، دادگاه هنوز شروع نشده، مردم هنوز قضاوت میکنن و من هنوز شبها با چراغ روشن میخوابم. اما فرقش اینه که دیگه خودم رو ته خط نمیدونم. حس میکنم یه گوشه امید هست، هرچند کوچیک. و یه چیز دیگه، برای اولین بار بعد از مرگ آرش وقتی اسمم رو میشنوم احساس نمیکنم فقط یه بیوه مظلومم. حس میکنم کسیم که تو جهنم مونده ولی دنبال راه فراره. صدای محبوبه تو گوشمه که میگه زندگی رو باید از نو با دستات بسازی و صدای سلمان که میگه تو دیگه تنها نیستی. از فردای بازجویی فضای خونه برام عجیب شده بود. هر گوشه‌ای که می نشستم یه خاطره از آرش می اومد بالا، ولی دیگه مثل قبل خفه کننده نبود. حس می کردم یه لایه ضخیم از شوک و ناباوری کنار رفته و حالا با واقعیت درد روبرو شدم. واقعیتی که نمیتونستم انکارش کنم، نه فرار کنم. فقط باید هضمش می کردم.
چند روز بعد تماس گرفتن که وقت اولین جلسه رسمی دادگاه نزدیکه. هم استرس داشتم، هم یه جور عجیب آماده بودن توی دلم بود. نمیخواستم دوباره بلرزم یا فرار کنم. به خودم گفته بودم اگه سهراب رو ببینم سرمو بالا میگیرم، نه پایین. اون دیگه هیولای توی تاریکی نبود، یه متهم بود، کسی که حالا باید جواب پس میداد. قبل از دادگاه محبوبه گفت بیام یه شب خونه‌شون بمونم، ولی قبول نکردم. گفتم باید یاد بگیرم تو همین 4 دیواری نفس بکشم بدون اینکه بترسم. سلمان هم گفت هر لحظه خواستم خبرش کنم کنارمه، ولی اونم میدونست باید بذاره خودم راه برم، نه با دستگیری. شب قبل از دادگاه دوباره دفترچه آرش رو باز کردم. این بار نه برای گریه، برای قوت قلب. یه جمله که قبلا ندیده بودم توش نوشته بود درد آدمو نمیکشه، فقط پوستش رو عوض میکنه. انگار اون جمله دقیقاً واسه الانم نوشته شده بود. صبح دادگاه وقتی وارد سالن شدم حس کردم پاهام زمین رو حس نمی کنن. ولی بیرونشون نمی لرزید، فقط توی دلم تلاطم بود. سهراب رو آوردن. هنوز نگاهش همون نگاهیه که میخواست همه چیزو تحت کنترل خودش بدونه، ولی اون غرورش ترک خورده بود. من مستقیم بهش خیره شدم، نه به خاطر شجاعت، به خاطر اینکه دیگه نمی ترسیدم. قاضی ازم سوال پرسید، دقیق و محکم جواب دادم. هیچ کلمه‌ای توی گلو خفه نشد. وقتی برگشتم عقب بشینم، دیدم مادر آرش یه نگاه آروم بهم کرد و سرشو آروم تکون داد. اون سر تکون دادن یعنی قبولم کرده بود، یعنی دیگه منو مقصر نمیدید. بعد از جلسه بیرون دادگاه خبرنگارا ریختن، ولی وکیلام نمیذاشتن جلو بیان. با این حال شنیدم میپرسیدن رابطش با شاهد پرونده چیه؟ این سوالا مثل نیش بود، ولی زخمش کوتاه بود. دیگه از همون حرفا نمیمردم. وقتی از در دادگاه بیرون اومدم، سلمان اونور خیابون وایستاده بود. فقط با نگاه هم فهمید که نمیخوام نزدیک بیاد. اونم احترام گذاشت، فقط دستشو آروم بالا آورد، یعنی من اینجام. منم فقط یه نگاه کشیدم سمتش که یعنی دیدمت، فهمیدم، کافیه. شب که برگشتم خونه، روی مبل نشستم و اولین بار بدون اضطراب عمیق نفس کشیدم. هنوز راه مونده، ولی فهمیدم از اون نقطه‌ای که فکر می‌کردم ته خطه عبور کردم. حالا ادامش دیگه جنگ برای زنده موندن نیست، جنگ برای زندگی کردنه. جلسه دادگاه که تموم شد، قاضی گفت مرحله بعدی با حضور شاهد دوم و وکیل متهم برگزار میشه. هنوز حتی از در سالن خارج نشده بودم که احساس کردم کل دنیا مثل صدای مبهم توی گوشمه. نه اینکه شوکه باشم، نه. بیشتر شبیه کسی بودم که تازه فهمیده چقدر از خودش فاصله گرفته و دیگه دوست نداره برگرده به اون نقطه. وقتی از پله ها پایین می اومدم، حس کردم مادر آرش پشت سرمه. آهسته صدام زد، ملیکا جان. ایستادم. به هم نزدیک شد و گفت اگه یه روز خواستی چیزی بگی که فکر میکنی نمیفهمم، بدون الان دیگه گوشهام باهات دشمن نیستن. اون لحظه نمیدونستم چی بگم، فقط نگاش کردم و آروم گفتم من فقط دنبال اینم که روح آرش آروم بشه. جواب داد اگه آروم بگیری اونم میگیره. وقتی رسیدم دم در خروجی چشمم سلمانو گرفت. همونطور که قول داده بود از دور مراقب بود. نه جلو می اومد نه غایب می شد. جلو نرفتم سمتش. فقط راه افتادم سمت خیابون و گفت میرسونمت؟ گفتم نه، میخوام راه برم. فقط کنارم حرکت کرد بی حرف تا وقتی رسیدیم دم کوچه. همونجا ایستاد و گفت تو امروز فقط شهادت ندادی، انتقام نگرفتی، تو زنده موندی، همین یعنی نصف راه. یه نفس عمیق کشیدم و معلوم نبود چرا اون جمله دقیق رفت توی قلبم. وقتی رسیدم خونه، اولین کاری که کردم این بود که چراغا رو روشن کردم.
رفتم سمت کمدی که لباسای آرش هنوز توش بود. ولی این بار بازش نکردم. فقط دستمو گذاشتم روش و زیر لب گفتم دیدی؟ من جلوی چشمش وایستادم و نترسیدم. بعد رفتم آشپزخونه برای خودم چای ریختم. نه برای اینکه میل داشته باشم، فقط چون دلم میخواست یه کار معمولی کنم. اون شب موقع خواب چشمام بسته نمیشد، ولی نه از وحشت. ذهنم پر از سوال بود. بعد از سهراب چی؟ بعد از دادگاه چی؟ من با آرش توی ذهنم چه کار میکنم؟ با سلمان تا کجا اجازه دارم جلو برم؟ با نگاه مردم چطور کنار میام؟ هیچ کدوم جواب نداشت، ولی برای اولین بار حس نکردم باید همونجا وایسم تا بمیرم. صبح روز بعد مهرنوش تماس گرفت و با هم تلخ و شیرین خندیدیم. گفت ملیکا تو توی دادگاه جوری وایسادی که من فکر کردم یه وکیل ایستاده، نه یه زن داغدار. منم گفتم اگه تو بودی هم همین کارو میکردی. گفت نه تو فرق داری. این جمله شاید قبلاً اذیتم میکرد، ولی الان مثل یه تایید بود. همون ظهر محبوبه زنگ زد که برم ناهار خونه‌شون. گفتم حوصله ندارم. گفت بی حوصله بیایی بهتره تا تنها بمونی. رفتم. حاجی داشت قرآن میخوند. صدای آرومش خونه رو پر کرده بود. محبوبه غذا کشید و گفت قوت بگیر که برای مراحل بعدی کم نیاری. نمک غذای اون روزش درست همون چیزی بود که میتونستم تحمل کنم. عصرش توی حیاطشون با استکان چای نشسته بودم که صدای پیامک اومد. شماره ناشناس نوشته بود فکر کردی همه چی تموم شد؟ بدنم یخ کرد. پیام رو نشون سلمان دادم. گفت ممکنه کار خودش نباشه ولی من پیگیری میکنم. همون لحظه فهمیدم بازداشت شدن همیشه یعنی تمام شدن قصه نیست. وقتی برگشتم خونه با اینکه ترس دوباره داشت میومد سراغم، اما یه فرق بزرگ حس کردم. دیگه مثل قبل دست بسته نبودم. میتونستم زنگ بزنم، میتونستم اعتراض کنم، میتونستم جلو برم. گفتم ملیکا تو دیگه اون زنی نیستی که با دیدن یه سایه جیغ بزنه. اون شب دوباره خواب آرش رو دیدم. این بار توی خواب فقط داشت نگام می‌کرد. بدون خون، بدون زخم، بدون غم. بیدار که شدم، حس کردم اون نگاه سکوتی بود که داشت میگفت ادامه بده. از فردای اون پیام ناشناس دوباره حالت آماده باش برگشت توی تنم، اما نه مثل قبل که فلجم کنه. این بار حس می کردم دارم وسط میدون می جنگم، نه پشت دیوار. به سلمان پیام دادم که فقط نوشته بودم دیشب فکر کردم شاید فقط تهدید لفظی باشه ولی نمیخوام ریسک کنم. جوابش کوتاه بود. درستش هم همینه. قبل از اینکه ترس واقعی بشه باید جلوش وایسی. صبح زود رفتم اداره پلیس و پیام رو نشون دادم. گفتن احتمال داره از اطرافیان سهراب یا حتی کسی باشه که فکر میکنه با خراب کردن تمرکز من دادگاه به نفع اون تموم میشه. یکی از مامورا گفت شما تنها شاهد رو مستقیم این پرونده اید. طبیعیه که بخوان فشار بیارن. وقتی اینو گفت یه لحظه حس کردم دوباره شدم هدف، ولی فرقش این بود که حالا میدونستم چطوری وایسم. بعد از ظهر مهرنوش اومد دنبالم که بریم قدم بزنیم. توی مسیر گفت ملت همیشه فکر میکنن زن وقتی تنها شد باید یا بسوزه یا بسازه. کسی قبول نمیکنه یه زن میتونه هم داغ داشته باشه هم ادامه بده. خندیدم، تلخ ولی واقعی. گفتم من دیگه نیمسوز نیستم، فقط هنوز کامل روشن نشدم. وقتی برگشتم خونه زنگ در خورد. تا رسیدم دم در صدای خواهر آرش، منصوره شنیدم. درو باز کردم، بدون مقدمه گفت میگن با اون مرده میخوای ازدواج کنی؟ یه لحظه خیره نگاهش کردم. عصبی نبودم، خسته نبودم، فقط بی‌حوصله بودم. گفتم
اگه روزی بخوام ازدواج کنم دیگه اجازه نمیدم هیچ کس نگرانی‌هاشو بندازه گردن من. ولی فعلاً چیزی جز پرونده برادرت تو زندگیم اولویت نداره. انگار برای چند ثانیه حرف برای گفتن نداشت. بعد فقط گفت امیدوارم هر چی میگی راست باشه. گفتم من چیزی برای مخفی کردن ندارم. برعکس بیشترتون. بعد از ظهر مهنوش اومد دنبالم که بریم قدم بزنیم. توی مسیر گفت ملت همیشه فکر میکنن زن وقتی تنها شد باید یا بسوزه یا بسازه. کسی قبول نمیکنه یه زن میتونه هم داغ داشته باشه هم ادامه بده. خندیدم، تلخ ولی واقعی. گفتم من دیگه نیمسوز نیستم، فقط هنوز کامل روشن نشدم. وقتی برگشتم خونه زنگ در خورد. تا رسیدم دم در صدای خواهر آرش منصوره شنیدم. در رو باز کردم بدون مقدمه گفت میگن با اون مرده میخوای ازدواج کنی؟ یه لحظه خیره نگاهش کردم. عصبی نبودم، خسته نبودم، فقط بی‌حوصله بودم. گفتم اگه روزی بخوام ازدواج کنم دیگه اجازه نمیدم هیچ کس نگرانی‌هاشو بندازه گردن من. ولی فعلاً چیزی جز پرونده برادرت تو زندگیم اولویت نداره. انگار برای چند ثانیه حرف برای گفتن نداشت. بعد فقط گفت امیدوارم هر چی میگی راست باشه. گفتم من چیزی برای مخفی کردن ندارم. اون رفت و من برای اولین بار حس کردم از روبرو شدن باهاش نمی ترسم. انگار بخشی از اون زنی که همیشه عقب نشینی می کرد دیگه برگشتنی نبود. آخر شب دوباره سلمان زنگ زد. این بار خودش خواست حرف بزنه، نه من. گفت ملیکا هر چقدر جلوتر میریم نگاه ها سنگین تر میشه. نه به خاطر تو، به خاطر اینکه نمیدونن چطور با زنی که زنده مونده برخورد کنن. گفتم مردم همیشه دشمن چیزین که نمیفهمن. مکس کرد و گفت من میفهممت حتی وقتی حرف نمیزنی. بعد از تماسش چراغا رو خاموش نکردم، اما اولین باری بود که خاموش نکردن از ترس نبود، از عادت بود. رفتم تو آینه خودم رو نگاه کردم. حس کردم اون زنی که چند ماه پیش توی خودش جمع شده بود، الان جاشو داده به کسی که فقط صبر نکرده، جنگیده. امروز میدونم سهراب فقط یه قاتل نیست. نماد همه اون چیزاییه که میخواستن منو خفه کنن. ترس، وابستگی، تهمت، قضاوت. دادگاه فقط محاکمه اون نیست، محاکمه همه اون چیزاست. روز دادگاه مثل یک روز بارونی شروع شد، حتی اگر بارونی نمیبارید. آسمون خاکستری بود و انگار با من همدردی میکرد. وقتی وارد سالن شدم، همه نگاه‌ها دوباره سنگین افتاد روی شونه هام. خبرنگارا با دوربیناشون منتظر بودن، فامیلای آرش نیمخیز نشسته بودن و نگاه‌های قضاوتگرشون مثل همیشه پشتمو میسوزوند. سهراب آوردن، این بار با دستبند، با صورت خسته، ولی هنوز توی نگاهش یه ذره غرور مونده بود. همون نگاه که میخواست بگه من هنوز شکست نخوردم. بیشتر شبیه یه آدم شکسته بود که روی نقشه‌های پلیدش شکست خورده. قاضی ازم پرسید خانم ملیکا، آیا شما از قبل میدونستید سهراب علاقه‌ای به شما داشته؟ لحظه‌ای مکث کردم. نفس گرفتم و محکم گفتم بله، ولی هیچ وقت چیزی بیشتر از مزاحمت نبود. من بارها ردش کردم. این حس اون بود، نه انتخاب من. زمزمه‌ای توی سالن پیچید، اما برای اولین بار از تکرار کردن این واقعیت نترسیدم. بعد شاهد دوم رو آوردن، یکی از کارمندای شرکت آرش. گفت که شب قتل تماسهای مشکوکی بین سهراب و دفتر ثبت شده. اون لحظه دیدم رنگ از صورت سهراب پرید، مثل اینکه همه نخها داشت بهش ختم میشد. وقتی جلسه تموم شد و همه از سالن بیرون رفتن، منصوره دوباره جلو اومد. این بار صدای بلندش نبود، فقط آرام گفت ملیکا، ببخش، شاید زود قضاوتت کردم.
من فقط نگاهش کردم و لبخند کوچکی زدم. نمیخواستم گذشته زخمدارمون رو تکرار کنم. همین که خودش اعتراف کرد کافی بود. بیرون دادگاه سلمان کنار ماشینش منتظرم بود. وقتی نگاهم کرد هیچ کلمه‌ای نگفت، فقط با نگاهش فهمیدم داره میگه دیدی تونستی؟ رفتم سمتش ولی هنوز بینمون دیواری از سکوت بود. سکوتی که هم سنگین بود هم آرامش بخش. اون شب وقتی رسیدم خونه برای اولین بار چراغ‌ها رو خاموش کردم. نه از روی اجبار، نه از ترس، بلکه برای اینکه دلم میخواست تاریکی رو بپذیرم. روی تخت دراز کشیدم و زمزمه کردم آرش، دلم داره سبکتر میشه. شاید روح تو هم سبکتر شده باشه. خوابم برد و توی خواب دیدم آسمون پر از ستاره است، بدون خون، بدون فریاد، فقط روشنایی. از صبح روز بعد از دادگاه دوم، انگار همه چیز رنگ دیگه‌ای داشت. حتی صدای بوق ماشین‌ها هم مثل قبل توی گوشم نمی‌پیچید. توی آینه نگاه کردم و برای اولین بار بعد از مدت‌ها یه لبخند کوتاه روی لبم نشست. لبخندی لرزون اما واقعی. محبوبه اومد خونم. نشستیم توی آشپزخونه، چای دم کرد و گفت دیدی، گفتم طاقت بیاری، روزای سخت میگذره. سرمو تکون دادم و گفتم آره، ولی هنوز حس میکنم نصف ماجرا مونده. محبوبه گفت نصفشم رد شده، همین کافیه. ظهر که شد دوباره یه پیام ناشناس رسید. تو فکر میکنی همه چی تمومه؟ تازه شروع شده. این بار دیگه دستام نلرزید. گوشی رو گرفتم بالا، اسکرین شات گرفتم و برای سلمان فرستادم. جوابش کوتاه بود. آروم باش، پیگیری میکنم. همین جمله کافی بود تا بفهمم تنها نیستم. شب توی خلوت خودم به آرش فکر کردم. به روزایی که با هم رویا می ساختیم. دلم گرفت ولی دیگه اون غم مثل گذشته خفه کننده نبود. انگار قبول کرده بودم آرش رفته، اما عشقش هنوز به شکل یه چراغ توی وجودم روشنه. چراغی که حالا منو می برد سمت زنده موندن. چند روز بعد جلسه سوم دادگاه برگزار شد. این بار وکیل سهراب همه تلاششو کرد تا شک و شبهه ایجاد کنه، اما مدارک پلیس محکمتر از این بود که با چند جمله فرو بریزه. وقتی از سالن بیرون اومدیم، خبرنگارا دورم جمع شدن. یکی پرسید خانم ملیکا، قصد دارید بعد از پایان پرونده چه کار کنید؟ یه لحظه مکث کردم و برای اولین بار محکم گفتم میخوام زندگی کنم. همین جمله کافی بود تا همه چی توی ذهنم روشن بشه. بعد از ظهرش سلمان منو رسوند خونه. قبل از اینکه پیاده بشم برگشتم و بهش گفتم سلمان، میترسم همه فکر کنن جایگزین آرش شدی. اون فقط لبخند زد و گفت من نمیخوام جای کسی باشم، نه میتونم. من فقط میخوام کنار تو باشم. همین. اون لحظه دلم لرزید. برای اولین بار حس کردم شاید واقعاً میشه دوباره به آینده فکر کرد. شب وقتی چراغا خاموش بود و من روی تخت دراز کشیده بودم، حس کردم برای اولین بار تاریکی دیگه دشمنم نیست. توی دلم زمزمه کردم آرش، من دارم راهی پیدا می کنم برای نفس کشیدن. مطمئنم تو هم همینو می‌خواستی. و با این فکر خواب رفتم، خوابی که پر بود از روشنایی. صبح روز بعد از جلسه بعدی دادگاه بوی بارون توی هوا بود. در رو باز کردم تا هوای تازه بیاد تو. نفس عمیقی کشیدم و برای اولین بار حس کردم بوی زندگی داره کم کم برمیگرده. دیگه اون زنی نبودم که هر صدایی تکونش بده. محبوبه تماس گرفت و گفت ملیکا جان، یه روز باید بیای اینجا بشینی بدون دادگاه و پرونده فقط نفس بکشی. گفتم حتما، فقط بذارین جلسه بعدی هم تموم بشه.
وسط روز یه بسته ناشناس رسید. کارتون کوچیکی بود بدون فرستنده. قلبم لرزید ولی دیگه وحشت نکردم. آروم گذاشتمش روی میز، به سلمان زنگ زدم. تا اومد با هم بازش کردیم. داخلش فقط یه پاکت سفید بود و یه برگ کاغذ. این پایان ماجرا نیست. سلمان همون لحظه عکس گرفت، گذاشتش توی پاکت مخصوص پلیس. گفت بذار به کار خودشون برسن. تو فقط آرامشتو نگه دار. شب دفترچه آرش رو دوباره برداشتم. این بار نوشتم امروز تهدید شدم ولی ترسیدم. نه، امروز ایستادم. این جمله خودش مثل یه مهر بود. انگار داشتم نسخه جدیدی از خودم رو می ساختم. چند روز بعد جلسه 4 دادگاه برگزار شد. شاهدها یکی یکی اومدن و حرف زدن. مدارک پلیس تکمیل‌تر شده بود. وقتی وکیل من سخنرانی کرد، حتی من هم تعجب کردم از محکم بودن حرفهاش. سهراب این بار حتی سرش رو پایین انداخته بود. برای اولین بار توی نگاهش یه جور پشیمونی دیدم، یا شاید فقط ترس از مجازات. بعد از جلسه خبرنگارا بازم سوالات تکراری پرسیدن. من اما دیگه از جواب دادن نمی ترسیدم. گفتم من فقط میخوام عدالت اجرا بشه. بقیهش مال زندگی منه، نه شما. این جمله کوتاه برای خودم مثل یه آزادی بود. وقتی برگشتم خونه تلفن زنگ زد. مادر آرش بود. صدای آرومش گفت ملیکا جان، هر چی بشه من دیگه تو رو مقصر نمیدونم. میدونم آرش تو رو دوست داشت و تو هم اونو. بغض گلومو گرفت. گفتم ممنونم مادر، همین حرفتون برام کافیه. آن شب با خودم فکر کردم شاید بعد از این همه سال بالاخره دارم از زیر سایه بیرون میام. شاید هنوز ته راه نباشه، اما مسیر رو پیدا کردم. پرده ها رو کشیدم، چراغا رو خاموش کردم و بدون ترس خوابیدم. خوابم پر بود از تصویر دریا. آرش و من کنار ساحل قدم می زدیم، بدون خون، بدون مرگ. فقط صدای موج بود و بوی نمک. وقتی بیدار شدم، برای اولین بار بعد از مدتها حس کردم بدنم سبکتر شده. صبح روز جلسه آخر همه چی فرق داشت. انگار شهر هم فهمیده بود که پایان نزدیکه. خیابونها خلوت‌تر به نظر می رسیدن، آسمون کمی روشن‌تر بود. وقتی لباس پوشیدم توی آینه به خودم نگاه کردم. دیگه اون زن ترسیده ماهای قبل نبودم. حالا یه زنی بودم که با همه زخمهاش ایستاده بود. وارد سالن دادگاه شدم. خانواده آرش، محبوبه، مهرنوش و حتی منصوره اونجا بودن. نگاهاشون دیگه مثل قبل سنگین نبود، بیشتر پر از انتظار بود. سهرابو آوردن، این بار شکسته تر از همیشه بود. سرش پاهین بود و شونه‌هاش افتاده. قاضی وارد شد و همه بلند شدیم. وقتی حکم خونده شد، نفسا حبس شد. سهراب به جرم قتل عمد محکوم به حبس طولانی مدت و پرداخت دیه به خانواده مقتول. همون لحظه اشک توی چشمام جمع شد. نه از شادی، نه از انتقام، از یه حس رهایی. انگار همه این مدت دنبال همین لحظه بودم. بعد از جلسه مادر آرش جلو اومد، بغلم کرد. هیچ کلمه‌ای لازم نبود، فقط گرمای دستاش کافی بود. منصوره هم آرام کنارم ایستاد، گفت حق با تو بود، ببخش. من فقط لبخند زدم. وقتی از در دادگاه بیرون اومدم، خورشید توی آسمون بود. نورش مستقیم افتاد روی صورتم. برای اولین بار بعد از مدتها اجازه دادم گرماش پوستمو بسوزونه. به سلمان نگاه کردم که اون بر خیابون منتظرم بود. رفتم سمتش. گفت ملیکا تموم شد و من آروم جواب دادم نه، تازه شروع شد. اون شب وقتی برگشتم خونه، چراغا رو خاموش کردم، پرده ها رو کنار زدم و نشستم جلوی پنجره. دفترچه آرش رو برداشتم. آخرین صفحه خالی رو پر کردم.
آرش جان، من ادامه دادم، برات گریه کردم، جنگیدم، زنده موندم. حالا وقتشه زندگی کنم. هر جا که هستی بدون هنوز توی قلبمی، اما دیگه فقط با خاطرات زندگی نمی کنم، با خودم زندگی می کنم. قلم رو گذاشتم، چشمهامو بستم. سکوت خونه پر از آرامش بود. برای اولین بار نه صدای تهدیدی توی گوشم میپیچید، نه سایه‌ای دنبال در بود، فقط آرامش. و من فهمیدم که شهر بی فرشته شاید واقعاً بی فرشته باشه، اما من خودم میتونم فرشته زندگی خودم باشم.